بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد، السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. فرزند نعمتی بی‌بهای الهی و پاره از انسان، احیا کننده و زنده نگهدارنده نام او و به تعبیر قرآن زینتی روزگار است. بنابراین مردمان عادت دارند برای فرزندان زحمت میکشند، زندگی خوب برایشان مهیا میکنند. برای فرزندان خانه ها، ماشین ها، زمین ها، مبلغ های کلان و شرکت ها و هر چیز دیگری تحفه میکنند. اما دوستان عزیز، میدانید بهترین تحفه برای فرزند چیست؟ جواب این سوال در حدیثی آمده که آن را امام ترمذی روایت میکند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در این مورد گفتند، در مورد بهترین تحفه برای فرزند فرمودند: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. هیچ پدری به هیچ فرزند بهتر از ادب نکو تحفه بزرگتر نکرده است. یعنی بهترین و بزرگترین و ارزشمندترین تحفه‌ای که پدری به فرزندش میتواند کند این است که به او ادب نیک آموزد، اخلاق نکو تعلیم دهد، فرزند صالح برآورد. ادب پیرایه نادان و داناست، خوشم کو که از ادب خود را بیاراست. یعنی بهترین جامه‌ای که فرزند میپوشد یا انسان عموما میپوشد جامعه ادب و اخلاق است. بهترین زینتی که انسان خود را آرایش میدهد زینت اخلاقی نکوست. بنابراین والدین عزیز، آنگونه که من و شما برای فرزندانمان برای مهیا ساختن لباس و غذا و هر نیازهای روزگار، نیازهای مادی آنان زحمت میکشیم و به هر راه آن را برایشان فراهم مینماییم، میباید فراموش نسازیم که از این نیازها دیده نیازهای روانی و معنوی، یعنی تعلیم اخلاق بر آنها به مراتب مهمتر و واجبتر است. پدری که برای فرزندانش زحمت میکشد، برای آنها رزق فراهم میکند، البته که کارش عبادت است، اجر میگیرد، ثواب دارد، چون که یک واجب از واجبات الهی را که برگردن او بر ذمه او فرض است که زن و فرزند خود را تأمین نماید آن را ادا میکند و ادا کردن واجب در مقابل اجر و ثواب دارد. اینچنین هر پدر و مادری باید داند که واجبی دیگری بر ذمه او هست که از این واجب به مراتب ضرورتر است و حتمی تر است که آن تعلیم آداب و اخلاق نکو بر فرزند است. خداوند عزوجل در سوره تحریم فرموده: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خاندان خود را از آتش دوزخ نگه دارید، دور سازید. امام طبری شیخ مفسران و اینچنین امام جساس، ابوبکر جساس، مفسر و فقیه بزرگوار، در تفسیرهای خود آوردند که حضرت علی رضی الله عنه در تفسیر این آیت گفتند، یعنی اینکه خداوند میگوید خود و خاندان خود را از آتش دوزخ نگه دارید، معنایش این که علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم. شما خود و خاندان خود را راه خیر تعلیم دهید و ادب آموزید. امام بیهقی نیز در شعب الایمان از تابعی بزرگوار سید تابعیان حسن بصری تفسیر ذکر میکنند که ایشان میگفتند یعنی ادبوهم و علموهم، فرزندان خود را، خاندان خود را ادب و علم آموزید. و تربیت فرزند والدین عزیز هم تو کار سهل و ساده نیست، کار مرکب است، صبر میخواهد، اراده میخواهد، پیش از همه دانش و فهمیش میخواهد. بزرگواران، متخصصان ساحه تربیت فرزند، امامان بزرگوار میگویند از ساختن یک شهر، ساختن یک فرزند، یک فرد صالح دشوارتر است. و یک نکته خیلی مهم که هر والدینی باید آن را مد نظر گذارد، اهمیت دهد، این وقتی تربیت است. تربیت وقت معینی خودش را دارد که والدین نباید آن وقت را گذرانند، یعنی سری وقت باید تربیت کنند. در خردی یعنی فرزند را پاکسازی کنند، به او آداب و اخلاق نیک آموزند. حالا که صفحه قلبی او سفید است، پاک است، حالا در آن نقش‌های سیاه نقش نشده، می باید صفحه قلبی او را، صفحه ذهن او را، نفس او را
پاکسازی کنند و اخلاقی حمیده در آن بکارند. سعدی بزرگوار میگوید هر کی در خردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح از او برخاست. هر کی در خردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح از او برخاست. چوبی تر را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست. والدینی که فرزند خویش را سری وقت تربیت نکرد، در نورسی در نونهالی او را راست و درست نکرد، بعد گذشتن وقت زحمت او، داد و فغان او، گریه او، غم و اندوه او، حتی دعای شب او چندان سودی ندارد. بنابراین والدین عزیز، این مسئولیت است از جانب خداوند بر ذمه پدر و مادر تربیت نمودن فرزندان واگذار شده و هر پدر نزد خدا پرسیده می شود و الرجل فی اهل بیته راع و هو مسئول عن رعیته. مرد در خاندان خود پاسبان است و او را از رعیت خود سوال کرده می شود، گزارش می دهد، پرسش می شود. نکته دیگر در عملیه تربیت فرزند والدین عزیز این دوستان و همنشینان فرزند است. یعنی دقت کردن که دوستان فرزند همنشینان او که هستند. هر والدینی میباید دقت کند، بپرسد، جستجو کند، خیلی مراقب باشد که فرزندش با کیها میشیند، دوستان فرزندش کیها هستند، چون تأثیر همنشین بر همنشین خیلی قوی است. میتواند 1 ماه نصیحت و ارشاد و راهنمایی پدر و مادر به یک نشستن با یک دوستی بعد همه بیکار شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به این نکته گوشزد دادند در حدیثی که متفق علیه است. امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند که مثل الجلیس الصالح و الجلیس السوء کمثل الحامل المسک و نافخ الکیر. دوستی نیک و دوستی بد مثالش مثل عطر فروش و مثل آهنگر است. با عطر فروش که نشستی یا عطر برای تو هدیه میکند یا عطر میخری و یا لااقل بوی خوشش به تو میرسد. دوستی نیک این گونه است، از او بهره میگیری، از او ایمان و تقوا و اخلاق میآموزی. اما دوستی بد مثل آهنگر است، یا پاره از آتش به لباس تو میرسد و یا بوی بدی اون آتش و اون آتشدان او در لباس تو در بدن تو میرسد. به یک شکل، به یک وجه از او زیان میبینی. بنابراین حکیم سخن سعدی شیرازی در بوستان به این معنا تأکید کرده، میگوید خردمند و پرهیزگارش برار، گرش دوست داری بنازش مدار. یعنی اگر فرزند رو دوست میداری بناز مپرور، ادب ده، تعلیم ده، علم آموز، جای نرمی نرمی کن و جای سختی سختی تا تربیت گیرد، تا فرد صالح شود. خردمند و پرهیزگارش برار، گرش دوست داری بنازش مدار. نگه دار از آمیزگاری بدش که بدبخت و بیره کند چون خودش. از دوستی بد او را نگه دار چون که مثل خودش بدبخت و بیرهش میکند. ولی والدین گرامی، این است نگاه قرآن، نگاه سنت، گفته بزرگان در مورد تربیت فرزند و اهمیت آن و اینکه فرزند این امانتی الهی است بر ذمه پدر و مادر که حفظ این امانت را، نگهداری این امانت را و به شکل شایسته سپردن این امانت را به صاحبش خداوند از هر والدینی میپرسد. به امید صلاح و نیکنام و نکوکار بودن فرزندان. خدا نگهدارتان.